لیو متوجه میشه که در تصادفی که جون جیا رو نجات داده، پدر و مادر جیا مفقود شدن. و زمانی که جیا خبردار میشه که توی یه جزیره چند تا ماهیگیر جسدی رو پیدا کردن که فقط اسکلت سرش پیدا شده و بعد از شناسایی و تحویل دادنش به خانواده‌اش، جیا تصمیم میگیره برای کشف حقیقت به جزیره بره و لیون هم با جیا همراه میشه. وقتی که جیا وارد جنگل میشه آسیب میبینه و لیون همون لحظه سعی میکنه زخم شونه جیا رو درمان کنه. در حالی که داره از جیا میپرسه تو کی هستی؟ متوجه لیرانگ پشت سرش میشه و همون لحظه به جیا میگه فرار کن. یه خونه چوبی میبینه و به سمت خونه میره. جیا وارد خونه بشه و اون خانم برای جیا چای میاره. در همین حین جیا متوجه میشه این خانم پیشگوه و میخواد بره. ولی پیشگوه به جیا میگه بشین تا همه چی رو برات تعریف کنم. ولی جیا میگه میتونی برای پلیس تعریف کنی. ولی پیشگو به جیا میگه به هر حال نمیتونی از اینجا بری. که جیا میگه من از چای نخوردم. که پیشگو میگه از چای نبود، بوخور بود و همون لحظه جیا بیهوش میشه